کتیبه های امثال این در شهر و نواحی تاجیکستان حالا زیاد نصب می شوند. این عرض محبت به شهر خود است. جایگاه برای تصویر گرفتن و تماشا هاست. برخی در شهر خوجند این کتیبه را به خواست خود تحریر کردند که نه به همه ساکنان فاریده است. ما در بدن دل حرف های کنده شده ای را می بینیم که بیانگر احساس نجیبی کسی هست به کسی دیگر. عادتاً به این شیوه جوانان محبت خود را به نمایش می گذارند. برخی دیگر بر اینند که نباید محبت باعثی ویرانکاری شود. وقتی که توریستان می آیند آنها را دیده مثلا خیلی بی‌زیب است و آنها مخود نمی شود و می خواستم توزیع آزاده نگاه داشته شهر خود را باز آبادتر و زیباتر نماید. کتیبه من خوجند را دوست می دارم ماه نوامبر سال 2018 در مرکز گذاشته شد. پول آن را صاحبکاری محلی داده است. جمع کنیم نبرایتون گفته. این زن مسئولی تازگی این موضع است، اما نه همه وقت با او دست می دهد وظیفه اش را اجرا کند. در اداره فرهنگ شهر خوجند این حادثه را تأسف انگیز نامیده گفتند به پلیس عرض کردند آنها باید گناهکاران را پیدا کنند. بر طبق قانون باید جریمه شوند.